محترمتون، همطور که اشاره کردین داستان واقعا این آسیب شناسی که این ستاد در واقع از آغاز روش باید فکر میکنم بیشتر از این کار میکرد و اون به دلیل اینه که ستاد اومد نقش اقلیم رو در واقع پررنگ کرد و گفت که بخش اصلیش اقلیم بوده، بعد کشاورزان بودن، بعد آثار به اصطلاح مدیریت سازی. در واقع ساخت 56 سد در این حوزه کوچیک که فقط یک سد زرین رود و افزایش ارتفاعش سالانه 1 میلیارد متر مکعب رو میتونه جلوش رو بگیره. دائما هم خالیه، دائما هم از تمام اون ظرفیت سد زرین رود و افزایش ارتفاعش استفاده میشه و خالیه. بنابراین همین یک دونه سد، حالا 55 تای دیگر رو بذاریم کنار، میتونه در عرض 10 سال یا 20 سال یه دریاچه بزرگ رو بخشکونه. و ما 56 سد رو این دریاچه کوچیک ساختیم، در حالی که روی زریوار هم طور که شما اشاره کردیم ما روی زریوار دریاچه سدی نساختیم، بنابراین دریاچه زریوار سالم مونده. ولی در این به اصطلاح حوزه ارومیه اومدیم 56 سد به نام توسعه و به اصطلاح برای توسعه ساختیم، ولی سبب خشکیدن دریاچه‌ای شده که شاید واقعا من با جناب باقرزاده موافق نیستم که دریاچه‌ای که داره میمیره یا مرده حرف علمی نیست، حرف حقیقتیه. واقعیت اینه که دریاچه آرال که در حوزه بالادست ایران خشکید و فاجعه‌ای که ایجاد کرد الان واقعا به خاطر سدسازی در شوروی سابق روی رودهای سیحون و جیحون خشکیده. این واقعیت علمیه. پس علم چیه؟ چرا دریاچه نمرده؟ دریاچه‌ای که پس از 4 سال که ما در واقع خوشحال بودیم که گروه نجات برای این دریاچه درست شده، امروز 1270/04، یعنی که از پایین ترین ترازهایی که دریاچه هرگز به خودش ندیده بوده. به هیچ وجه این موضوع ناشی از طبیعت و اقلیم نیست. بله اقلیم جهانی تغییر کرده، ولی همش ناشی از دستکاری‌های ناشیانه انسان و بی‌توجهی به اثرات و پیامدهای اون بوده. برای همینه که دریاچه الان در واقع میشه گفت که توی خود سایت ستاد نجات ارومیه تشریف ببرین، وضعیت دریاچه رو در همه این سالها در ماه شهریور با هم مقایسه کنید. ببینید دریاچه‌ای که بنابر بررسی‌های زمین‌شناسی در 300,000 سال گذشته نخشکیده بوده، چطور ممکنه در سر شرایط طبیعی و اقلیمی خشک بشه؟ مگر اینکه انسان با فناوری‌هایی که به انسان چیره شدن، به جایی که انسان بر او چیره باشه، با فناوری هایی که نمیدونه پیامدهاش چی هستن و چه اثری روی هم طبیعت و هم مردم و جامعه پیرامون اون میذارن، به این دلیلی که مگر اینکه انسان این کار رو کرده باشه که این دریاچه بزرگترین دریاچه شور غرب آسیا خشکیده باشه. عامل خشک شدن دریاچه ارومیه، همونطور که دریاچه آرال و دریاچه های دیگه دنیا که خشک شده، کاملا مدیریت سازه آب و سدسازی بوده. دریاچه ارومیه هم به همین اصطلاح، همونطور که بختگان به همین مصیبت دچار شده، همونطور که طالب جازموریان به این مصیبت دچار شده، همونطور که کارون از این مصیبت خشک شده، همونطور که تمام دریاچه های ما غیر از زریوار که روش سدسازی نشده، یا گیاهر یا چند تا رودخانه دیگه، چند تا دریاچه های کوچیک محلی که اینا روشون سدسازی انجام نشده. دریاچه ارومیه به خاطر مدیریت سازه آب خشک شده آقای مهندس و هیچ دلیل دیگه ای نمیتونیم بیاریم و الا این دریاچه در 300,000 سال گذشته میخشکی. افزایش جمعیت اگر با روال درست و بدون این دستکاری هایی که ما انجام دادیم، بدون تغییر الگوی مصرف انجام بشه،
و اینها رو ما اصلاح کنیم، ما بسیار بیشتر از این جمعیت رو هم میتونیم با همین آب تجدیدپذیرمون تغذیه، خوراک در اصل مطلب چیزی که آقای باقرزاده میگن دیگه این حرفا دیگه ولش کنیم دیگه، راجع به آسیب شناسی خشکیدن دریاچه حرف نزنیم. علتش در واقع به این دلیل که شما با شکست روبرو شدید. 1270/04 یا به قول شما 1270/33 یعنی اصلا شکست خوردید، یعنی در این 4 سال هیچ کاری نکردید، تقصیر آب و هوا نیندازید. خواهش میکنم آقای مهندس، واقعیت اینه که راه رو اشتباه، چون علت بیماری رو اشتباه تشخیص حالا راهکار